در نزد مؤسسه دولتی مجمع تاریخ فرهنگی استقلال مراسم تنتنوی جنبسته چهاربینی‌های روز جوانان تاجیکستان در ولایت سوغد دایر شد. این چهاربینی با شکوه با حضور رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، رهبران مقامات‌های حفظی حقوق، نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی، حزب‌های سیاسی، واسطه‌های اخباری عامه، رهبران مؤسسه‌های عالی و کارمندان ساحه معارف، جوانان فعال، دانشجویان، ماجسترانتان، اسپرانتان، گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت سوغد، شاعران و صنعتکاران نورس و جوان، غالبان یک قطار آزمون‌ها و از جمله غالبان آزمون‌های ولایتی گلدختران سوغدی، جوانان رشد علم، ذوق بدیعی و خودشناسی ملی، گیرندگان استیپندیای رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد، ورزشکاران، نمایندگان جوانان شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار شد. رئیس ولایت عبدالرحمن قادری ضمن سخنرانی خود در حضور نزدیک 6000 نفر اشتراکچیان چهاربینی جنبسته روز جوانان تاجیکستان اظهار داشت در این لحظه‌های پرصفا ما یکی از جشن‌های فرخنده و پرشکوه کشور روز جوانان تاجیکستان را با شکرگزاری از صلح و ثبات و وحدت و یکدلی تجلیل می‌نماییم. ما یکی از جشن‌های فرخنده و پرشکوه کشور روز جوانان تاجیکستان را با شکرگزاری از صلح و ثبات و وحدت و یکدلی تجلیل می‌نماییم. همین شما را صمیمانه تهنیت گفته برایتان سعادت روزگار، توانگاری و توفیق، تلاش‌های موفقانه در آموزش علم و معرفت و انجام کارنامه‌های بزرگ برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیزمان تمنا می‌نمایم. باعث افتخار و کمالمندی است که ما در دوران استقامت دولتی با هدایت و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان جدید دستگیری جوانان زمینی باز هم مساعد فراهم آورده شده با اندیشیدن تدبیرهای هدفمند و این کشش جامعه توجه خاصه ظاهر می‌گردد. با مقصد دستگیری جوان دختران هنرمند و ایجادکار 45 گرانت‌های رئیس ولایت تأسیس یافت. سپس عبدالرحمن قادری با 130 نفر گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت سوغد، غالبان آزمون‌های ولایتی گلدختران سوغدی و جوانان رشد علم، ذوق بدیعی و خودشناسی ملی شهادتنامه و استیپندیا و مکافات پولی و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. جوانان مهم دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، بابای نگاره دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان. برای اشتراکداران چهاربینی از جانب صنعتکاران ولایت برنامه رنگین کنسرتی که ترانه‌گر صلح و دوستی، وحدت پایدار و صاحب استقلالی وطن عزیزمان تاجیکستان بود نمایش داده شد. خورشید کامل و دانشجوی سال سوم کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف بشیرخان اسحاقی گرانده استیپندیای رئیس ولایت ابراز داشت نیت دارد در آینده کالج را ختم نموده در پیشرفت ساحه تندرستی حصه گذار باشد. از طرف رئیس ولایت عبدالرحمن قادری یکی از گیرندگان استیپندیای ولایتی تقدیم کردم. من از این خرسندم. من در آینده همشیره طب یکی از همشیره بهترین شدن می‌خواهم. ملکه آچیل و دانشجوی بخش دوم کالج طبی شهر خوجند غالب یک قطار مسابقه‌های شهری و ولایتی آید به تنیس میباشد. او نیز موفق گشت تا یکی از گیرندگان استیپندیای رئیس ولایت سوغد گردد. من بسیار خوشحال از آن هستم که در سال جوانان به استیپندیای رئیس ولایت نایل گشتم و باز در سال جوانان به بسیار دستاوردها سزاوار گشتم، از جمله در مسابقه بین جمهوریوی که بین کالج‌های جمهوری برگزار گردید جای دوم را اشغال نمودم. چهاربینی ادانه و با شکوه بخشیده به روز جوانان با مشکرانی ادانه به انجام رسید. رستم احمدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیا.